من تو زندگیم به جای رسیدم که هدفم اینه که به گوشزدهای خدا عمل کنم. اون جایی که وسوسه‌ام میکنه یک کار خوب رو انجام بدم. و راستشو میگم کلام خدا میگه اگه با روح عمل کنید به خواهش نفس گوش نمیکنید. قشنگه نه؟ کتابی که درباره عادت نوشتم توش نگفتم عادت بد رو بشکنید و عادت خوب رو نگه دارید، گفتم عادت خوب رو نگه دارید، عادت بد شکسته میشن. چون حقیقت اینه که لازم نیست با بدیا بجنگیم، فقط لازمه تمرکزمون رو روی پرورش کارهای خوبمون بذاریم. اون وقت جای بدی برای بد نمیمونه. آمین. لازم نیست که همیشه به ایراد و اشکالا نگاه کنید، به کلام خدا نگاه کنید، بخونیدش، شروع کنید به انجام اون چیزی که اون میخواد. خیلی زود میگید واو چقدر دارم عوض میشم، حتی خودم نمیدونم چطور اینجوری شدم. به قسمت مثبت زندگیمون نگاه کنیم. حقیقت اینه که بیش از اون چیزی که باور دارید که میشید نخواهید شد. مهم نیست که در روح چقدر نسبت به گناه مردید، اگه اینو باور نداشته باشید کمکتون نمیکنه. فکر کنم لازمه خیلی روی این تمرکز و تعمق کنیم که واقعا باورتون چیه. هر روز صبح که بلند میشید با خدا وقت بذارید. امیدوارم که هر روز صبح این کارو میکنید و با خدا خلوت میکنید. بگید خدایا من اینجام. متشکرم که همه گناهامو بخشیدی، ولی حالا امروز من مال تو هستم. از زبان من استفاده کن، از ذهنم، از چشمام، از دستام، از پولم. آها حالا استرس گرفتیم. ولی پول منه. نه نیست. ما مباشرینیم نه مالک، و اگر خدا بهمون نده یه قرونم نداریم. اصلا لازم نیست که نگران باشید، چون اگه اونی که خدا بهتون میگه با پولتون انجام بدید بیشتر از اونی که به میل خودتون خرج میکردید دارید.